رقم در بده دیگه این ملت چی رقم بمره، چی رقم گرسنگی و چی رقم فقر بکشه که این آیات و این نصرت خدا شامل حال ما شد. ما شایستگی از زیر پورا نکردیم که خدا به داد ما برسه. در صورتی که خدا شنواست، خدا بیناست، خدا میدانه، خدا میفهمه، خدا میتونه، اما نمیکنه، پروا نمیکنه سر از این ملت. به خاطر چی؟ این ملت شایستگی از زیر پورا نکرده که خدا به دادش برسه. اگم غیر عزیز ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما خار غمگین نشوین، شما قائد هستین، شما آقا هستین، شما بیدار هستین، به شرط از اینکه چی باشین؟ نگفتم مسلم، مؤمن باشین و کتله باشین، جماعت باشین. در اونجا شرقتان باشه، از غربتان باشه، پشتونتان باشه، تاجکتان، پولدارتان باشه، به پیسه تان باشه، جسمهای متعدد باشین، روح واحد باشین، به خاطر خدا در صحنه حاضر باشین، بنیان مرصوص بسازین تا خداوند عزوجل به شما عزت و نصرت نصیب بکنه.